عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه بچه های خوب کانال یوتیوب سرزمین برگ و جادو. امیدوارم که حالتون خوب باشه. با ویدیو سوم دانش ممنوع خواب در خدمت شما هستیم. امشب میخوایم راجع به با کانال میل در واقع شروع کنیم. ببین، کانال میل ساکت ترین و لغزنده ترین مسیر خوابه. برخلاف کانال ترس که خشن و بی سپر سر صداه، اینجا همه چیز نرمه، خوش رنگ، دعوت کننده. به همین دلیل بسیاری اصلا اون خطر نمیدونن، چون میل داد نمیزنه، زمزمه میکنه. ببینید، میل فقط توی خواب میل جنسی نیست. میل میتونه میل به دیده شدن باشه، میل به قدرت باشه، میل به دونستن باشه، میل به خاص بودن باشه، میل به آرامش باشه. هر میلی که در بیداری مهار نشده باشه شب دهانه یک کانال میشه بچه. و این کانال بی صدا باز میشه. مثلا ببین، تکنیک سوء استفاده ای که موجودات تاریکی تو این مسیر انجام میدن خیلی ساده است. آگاهی رو راضی نگه دار. وقتی آگاهی راضیه سوال نمیپرسه، وقتی سوال نپرسه مرکزیتش رو واگذار میکنه. در این حالت خواب لذت بخشه اما توهی کننده. بعد از بیداری حس میکنی یه چیزی خوب بود اما نمیدونی چه چیزی از تو کم شده. کانال میل خطرناکه بچه ها، چون آگاهی رو پخش میکنه. ببین مثال براتون میزنم. مثلا یک بنده خدایی رو من دیده بودم، مثلا اومده بودن تو خوابش، اینه گرفته بودن برده بودن توی جایی مثل قصر. بعد دورش جمع شده بودن، گفتن تو پادشاه ما هستی، تو سرور ما هستی. بعد این بیچاره هم تو خواب بند برش داشته بود که پادشاهه. اینو بردن نشوندنش روی یه تختی، خیلی بهش عزت و احترام کردن و بعد دونه دونه براش هدایا آوردن. آقا طلا آوردن، جواهر آوردن و یک دفعه وسط اینا دیدن یه دونه صندوق بزرگ هم گرفتن آوردن. گفتم پادشاه، این صندوق مال شماست. اینم گفتش که خب در صندوق رو باز کنید. گفت این در صندوق شما، مثلا اگه یه صلوات به این صندوق بفرستید این صندوق درش باز میشه. آقا این میره یه صلواتی به این دست میذاره روی صندوق و یه صلوات میفرسته، در باز میشه و یه موجود باستانی که مثلا فرض کن 2000 سال پیش یه پیامبر این موجود گرفته بوده داخل این صندوق حبس کرده بوده، با قدرت روی این بنده خدا آزاد میشه. ببین اینا اینجوری با کانال میل بازی میکنن. خب پس خطرناکه، چون آگاهی رو پخش میکنه، ترس آگاهی رو فشرده میکنه، اما میل آن را شل و گسترده میکنه. اومدن چیکار کردن توی خواب؟ از حس ریاست اون آدم وارد کانال میلش شدن، چون آدم ریاست طلبی بود. یا تو شاگردای استاد خودم، من یادم تو گروهی که داشتیم یکی از بچه ها رو هی می اومدن بهش میگفتن تو سید خراسانی هستی. انقدر اومده بود تو خوابش گفته بود تو سید خراسانی هستی، این بنده خدا دیگه باورش شده بود سید خراسانی هست. بدبختی این بود که سید هم نبود، انقدر اومده بود به این گفته بود سید، خدا فکر میکرد سید جدش گم شده. در این حد فکر میکرد باید قبل ظهور امام زمان ظهور کنه، اینم قیام بکنه. دیگه داشت به این فکر میافتاد که یاراشو جمع کنه، که بعد استاد ما در واقع بهش نشون داد که بابا نه، بابا یه جن لنگ و لاشی بوده. اینو ایسکاشو گرفته بوده، داشته این بنده خدا رو اذیت میکنه. ببین، بسیاری از خوابهایی که افراد اونها رو عمیق، خاص یا معنوی میدانن تو کانال میل داره اتفاق میفته. چون حس انتخاب شدن میده، حس ارتباط میده، حس دریافت میده، اما بدون ثبات. بچه ها، این حسایی که شما خواب رو در واقع در کانال میل میبینی، اینا دامن نه هدیه. در این کانال موجودات یا ساختارهای کمینگر خودشونو به شما نشون نمیدن، اصلا نیازی نداره خودشو به شما نشون بده. فضا رو طوری جلو میبره، میچینه که آگاهی خودش میره جلو. خواب هدایت شده به نظر نمیرسه، اما مسیر خواب رو از قبل آماده کرده برات. یکی از نشانه های در واقع میتونم بگم واضحه سوء استفاده در کانال میل اینه: خواب واضحه
اما معنا نداره. تصویر هست، احساس هست، اما جهت نیست. وقتی بیدار میشی نمیدونی دقیقا چه چیزی رو تجربه کردی، فقط میدونی که جذب شده بودی. تمدن‌های باستان بچه ها از این کانال بیشتر از کانال ترس وحشت داشتن، چون ترس رو میشه شناخت، اما میل را معمولا توجیه میکنن. بعد از اینکه بیدار میشن میگن حس خوبی بود، الهام گرفتم، ارتباط داشتم، و همین توجیه مسیر رو تثبیت میکنه. قانون این کانال اینه: هر خوابی که بیش از حد خوشاینده باید بیشتر بررسی بشه، نه برای سرکوب، بلکه برای بازپسگیری مرکزیت، چون لذت بدون مرکز همیشه هزینه داره. کانال میل معمولا انسانهایی که از طریق کانال میل مورد سوء استفاده قرار میگیرن یه سقوط آرومی دارن، نه با درد، نه با شوک، نه با رضایت هم حتی ممکنه نباشه. و این خطرناکترین نوع سقوطه، چون فرد متوجه نمیشه که داره میاد پایین، در واقع دارن انرژیشو میدوزن. حافظه خواب با حافظه بیداری یکی نیست. خواب در لایه‌ای رخ میده که زبان، منطق و خط زمان توش حاکم نیست. به همین دلیل بسیاری از رویاها اصولا قابل ذخیره در حافظه روزانه جسم نیستند. نه چون ضعیفن، بلکه از جنس دیگری هستند. وقتی آگاهی از خواب برمیگرده توی جسم باید از یک فیلتر عبور کنه. این فیلتر همون ذهن بیدار شماست. هر چیزی که با ساختار این ذهن ناسازگاره یا تکه تکه میشه یا پاک میشه. این پاک شدن هم همیشه تصادفی نیست بچه ها. بدن و روان میدانه چه چیزی رو میدونه باید نگه داره، چه چیزی رو نه. بعضی رویاها پاک میشن چون بیش از حد خامن. تجربه کامل بوده اما آگاهی هنوز زبان ترجمه اون چیزی که دیده رو نداره. نگه داشتن چنین رویاهایی باعث آشفتگی شما در بیداری میشه. به همین دلیل سیستم دفاعی اونا رو قبل از تثبیت چیکار میکنه؟ حذف میکنه. این حذف حفاظت، نه ضعف. اما بعضی رویاها پاک میشن چون نباید کامل به یاد آورده بشن، نه به خاطر ممنوعیت اخلاقی بلکه به خاطر ناپایداری آگاهی. اگر آگاهی چیزی رو ببینه که هنوز مرکز نگهدارندهش در وجود شما شکل نگرفته باشه، اون تصویر میتونه مثل ترک در ساختار روان شما عمل کنه. فراموشی اینجا نقش درزگیر رو داره. نکته مهم اینه: خوابهایی که انرژی جابجا میکنن معمولا حافظه رو مختل میکنن. چه خوابهای تخلیه کننده، چه خوابهای تزریق کننده. به همین دلیل بعضی افراد فقط حس خواب رو به یاد دارن، نه تصویرش را، چون حافظه احساسی زودتر از حافظه تصویری به شما برمیگرده. فراموشی خواب همیشه نشانه بی اهمیت بودن اون نیست، برعکس خوابهای کاملا بی اهمیت اغلب واضح و داستان دارن. خوابهایی که سریع پاک میشن معمولا عمیق‌ترن یا خطرناکترن. سیستم ترجیح میده اثرشون بمونه، نه جزئیاتشون. در متون باستانی آمده که بعضی رویاها مثل نامه‌هایی هستن که فقط باید باز بشه، نه اینکه خونده بشه. باز شدن یعنی اثرشون رو گذاشتن، خواندن یعنی گیر کردن در محتوا. حافظه خواب دقیقا روی همین مرکز کار میکنه. یک نشانه مهم: اگه خوابی پاک شده اما حال و هوایش تا سالها و روزها باقی مونده، آن خواب فقط تصویر نبوده، یک تبادل انرژی با یک موجودی بوده، با یک چیزی بوده. چیزی رد و بدل شده و حافظه تصویری قربانی شده تا تعادل حفظ بشه. اشتباه رایج اینه که انسان‌ها سعی میکنن همه خوابها رو به زور به یاد بیارن، یادداشت کنن، تحلیل کنن. این کار آگاهی شما رو بالا نمیبره، گاهی فقط کانال رو باز نگه میداره، و کانالی که باز بمونه مطمئن باشین دوباره فعال میشه. به همین دلیله که اساتید باستانی میگن همه خوابها برای فهمیدن نیست، بعضی خوابها برای عبوره. طرف رو میبینی 20 سال پیش یه امامی رو خواب دیده، الان هم میشینه پیشش خواب 20 سال پیشش رو تعبیر میکنه. بابا ببند پرونده شو، چرا هی نشخوار فکری برای خودت درست میکنی؟ اون خواب دیگه برای تو اتفاق نمیفته، دیگه برای تو اتفاق نمیفته. اگه این موجود نورانی بیاد تو خوابت و تو این خواب رو هی نشخوار کنی، هی نشخوار کنی، هی نشخوار کنی،
و اون موجود ببینه که این کارش داره به تو آسیب میزنه، به روح تو داره آسیب میزنه، مطمئن باش دیگه تو خواب شما نمیاد. اصلا فرشته نگهبان شما دیگه به اون موجود اجازه نمیده تو خواب شما بیاد. ببینید، ایسکاگیری یعنی چی؟ یعنی آگاهی در مسیر حرکت توی خواب متوقف میشه، نه به اختیار خودش، نه به خاطر پایان طبیعی خواب، چیزی وسط راه جلوی عبورش رو میگیره. این توقف خواب رو از حالت تجربه به موقعیت تبدیل میکنه. از این لحظه به بعد تو دیگه خواب نمیبینی، در خواب نگه داشته میشی. ایسکاگیری معمولا زمانی رخ میده که آگاهی از یک کانال به کانال دیگه سویچ میکنه. دقیقا در لحظه گذار، این لحظه ضعیفترین نقطه رو شما داری. نه بدن کاملا لنگر شده، نه آگاهی کاملا آزاد. این شکاف محل کمینه بچه ها. نشانه اول ایسکاگیری قطع روایت خوابه. داستان ناگهان می ایستد، اما بیداری هم اتفاق نمیافته. فضا ثابت میشه یا تکرار میشه. حس میکنی گیر کردی. این گیر کردن روانی نیست، ساختاریه. یعنی خواب یک دفعه میبینی قفل شد، یعنی تو خوابی یا یه دفعه میبینی خواب قفل شد. نشانه دومش چیه بچه ها؟ تغییر حس بدنه. سنگین، فشار روی سینه، ناتوانی در حرکت یا حس حضور بدون تصویر. بدن خوابه اما آگاهی نیمه فعاله. این همان حالتیه که بسیاری آن را با فلج خواب اشتباه میگیرن، در حالی که فلج خواب فقط یکی از پیامدهای ایسکاگیریه، نه خود آن. نشانه سوم حضور ناظره. نه لزوما یک موجود بازه، بلکه حس دیده شدن. حتی اگر چیزی نمیبینی، میدونی که تنها نیستی توی خواب. این آگاهی ناگهانی از دیگر علائم ورود به ایستگاهه. ایستگاهگیری مراحل داره. مرحله اول توقف، مرحله دوم تخلیه یا تزریق، مرحله سوم رهاسازیه. بیشتر انسان ها فقط مرحله اول رو یادشون میاد. مرحله دوم معمولا بدون حافظه تصویری رخ میده، اما اثرش میمونه. از خواب بیدار میشی خسته ای، به شدت توهی هستی، یا برعکس یه انرژی عجیب غریبی تو بدنت اصلا نمیدونی منشأش کجاست. نکته مهم اینه که ایستگاهگیری همیشه خصمانه نیست. بعضی ایستگاه فیلترن، اما مشکل از جایی شروع میشه که آگاهی نمیتونه تشخیص بده تو کدوم ایستگاه ایستاده. ناتوانی در تشخیص یعنی واگذاری کنترل. ایستگاهگیری‌های خطرناک معمولا کوتاهن، چون هدف نگه داشتن طولانی نیست، هدف گرفتن چیزیه که در حرکت آزاد میشه بچه. درست مثل بازرسی وسط راه، نه زندان. کسانی که مدام خوابهای قطع شده، نیمه تمام یا سنگین دارن، معمولا زیاد از ایستگاه ها عبور میکنن، نه چون خاصن، بلکه چون کانال های ناپایدار دارن. ناپایداری یعنی توقف‌های ناخواسته. ایستگاهگیری خطرناک میشه وقتی انسان شروع به عادت کردن بکنه، وقتی بگه همیشه همینطوره. عادت یعنی تثبیت مسیر، و تثبیت مسیر یعنی باز شدن بر در برای دفعات بعدی. به همین دلیلی که میگن ایستگاه خطرناک نیست، ناآگاهی در ایستگاه خطرناکه. خب بیشتر مردم هر تجربه سنگین شبانه ای رو کابوس میگن، چون واژه دیگه ای بلد نیستن. اما کابوس و ایستگاهگیری دو پدیده متفاوتن که فقط از بیرون شبیه هم دیده میشه. تفاوتشون در جریانه، نه در ترس. کابوس هنوز خوابه، یعنی روایت داره، حتی اگر آشفته باشه. مثلا سگ رو میبینی داره دنبالت میکنه، تو هم ای بدو بدو فرار میکنی. در کابوس داستان حرکت میکنه، یکی داره تو رو تعقیب میکنه، فرار هست، تغییر صحنه، از اونجا میری یه جای دیگه، از یه جا میری یه جای دیگه، همین درگیری. آگاهی درگیره اما هنوز تو مسیره، هنوز عبور اتفاق میفته حتی اگه دردناک باشه. ایستگاهگیری روایت نداره، یا روایت ناگهان میمیره. درست جایی که انتظار ادامه داری، همه چی تو خواب متوقف میشه، نه جلو میری نه بیدار میشی. این توقف مهمترین تفاوته. کابوس حرکت داره، ایستگاهگیری توقفه، یعنی تو خوابی داری میدوی، یه دفعه همه چی ایست میکنه. در کابوس ترس تو خواب به شما غالبه، ترس تو رو میدونه، فریاد میکشه،
واکنش میسازه، اما در ایستگاه‌گیری اغلب ترس اولیه کوتاهه و بعد جای خودش رو به سنگینی، فشار و خالی شدن میده. انگار چیزی داره انجام میشه، نه فقط دیده میشه. کابوس معمولا بعد از بیداری تخلیه میشه، نفس عمیق، تپش قلب و تمام. اما ایستگاه‌گیری بعد از بیداری هم ادامه داره. خستگی غیر عادی، گیجی، حس اینکه چیزی هنوز تمام نشده، اثر میمانه چون فقط تصویر نبوده. در کابوس بدن واکنش پذیره، ممکنه تکان بخوری، عرق کنی، حتی حرف بزنی. در ایستگاه‌گیری بدن قفله یا کاملا بی حرکت، به سختی پاسخ میده. این قفل شدن تصادفی نیست، نشانه درگیری در لایه دیگه ایه بچه. نکته مهم دیگه اینه که کابوس معمولا ریشه روانی داره، فشار روز، اضطراب، خاطره بد. اما ایسکاگیری الزاما روانی نیست، ممکنه روان شما کاملا آرام باشه اما تجربه رخ میده. این همون جایی که تحلیل صرفا در واقع روانشناختی دیگه جواب نمیده. اشتباه رایج اینه که انسان ایسکاگیری رو فقط یه کابوس بد فرض کنه و بی‌تفاوت ازش رد بشه. این بی‌تفاوتی مسیر رو باز نگه میداره، چون ایستگاه از تکرار تغذیه میکنن، نه از شدت. در متون کهن و باستانی گفته شده کابوس فریاد بدن، ایستگاه‌گیری مکث آگاهیه. شناخت این تفاوت بچه حیاتیه، چون با کابوس میشه کار کرد، آن را تخلیه کرد، درمان کرد. اما ایستگاه‌گیری اگر شناخته نشه تکرار میشه، عمیق میشه و کم کم به بخشی از الگوی خواب شما تبدیل میشه. خب، موجوداتی که تو ایستگاه میان انرژی شما رو تخلیه میکنن الزاما شیطانی یا نمایشی نیستن بچه ها. بیشترشان اصلا شکل مشخص ندارن، چون اونا در قلمرو شکل زندگی نمیکنن، در قلمرو جریان زندگی میکنن. چیزی که آنها را تعریف میکند ظاهر آنها نیست، کارکرد آنهاست. موجود ایستگاهی یعنی ساختاری که در نقاط توقف آگاهی فعال میشه، نه در حرکت، نه در سکون کامل. دقیقا در مکس، همون جایی که آگاهی نه پیش میره نه عقب برمیگرده. این موجودات شکارچی تعقیبگر نیستن، کمینگرن. منتظر نمیدونن، منتظر میمونن. آنها دنبال انسان نیستن، دنبال وضعیتن. هر جا آگاهی شل، بی مرکز یا ناپایدار بشه ایستگاه فعال میشه. اگر کسی عبور کنه عبور میکنه، اگر نه رد میشه. هیچ شخصی سازی کلا تو این وضعیت در کار نیست. این مکانیزمه، نه دشمنی شخصی. موجودات ایستگاهی معمولا خودشونو به شما نشون نمیدن، چون اصلا نیازی به این کار ندارن، چون دیده شدن انرژی میبره. آنها طوری طراحی شدن که بدون نمایش کار بکنن. حس حضور، فشار، سنگینی یا خلأ ناگهانی ابزارشونه، نه تصویرشون. کار اصلی آنها دستکاری نیست، اینا کارشون تنظیمه، تنظیم جریان آگاهی. اگر جریان زیاد باشه تخلیه میکنن، اگر کم باشه تحریکش میکنن. به همین دلیل بعضی افراد بعد ایستگاه‌گیری خستن، بعضی برعکس بیش فعال و ناآرامن. هر دو نتیجه در واقع هر دوشون نتیجه یه مکانیزمه. این موجودات از ترس شما تغذیه نمی‌کنند، از میل هم تغذیه نمی‌کنند. آنها از آگاهی آزاد بی‌مرکز استفاده می‌کنند. ترس و میل فقط ابزار باز کردن مسیرن. چیزی که برداشت میکنه از شما تمرکز آگاهیه. وقتی تمرکز گرفته میشه جهت پذیری شما از بین میره. در متون باستانی به این ساختارها اسم نمیدانند، چون اسم دادن یعنی دعوت. فقط به آنها نگهدارنده های گذرگاه میگفتند، نه نگهبان به معنای محافظ، نه دشمن به معنای مهاجم. چیزی شبیه مأمور کنترل جریان. مهمترین نکته اینه که موجودات ایستگاهی به آگاهی آموزش دیده اصلا کاری ندارن، چون آگاهی آموزش دیده وای نمیسته، یا عبور میکنه یا برمیگرده. ایستگاه فقط کار آگاهی ناپایداره. به همین دلیل کسانی که میخوان عمدن در خواب تماشا کنن یا تو خواب بمونن، تماس بگیرن، بیشترین مواجهه رو دارن. یعنی تو فکرش اینه که بره تو خواب با یه موجود ماورایی ارتباط بگیره، این نیست، میره تو فاز ایستگاه گیری. چون ماندن در گذرگاه خلاف طراحی آنه. گذرگاه برای عبوره، واسه این نیست که تو اونجا وایسی.
هرچه فرد کمتر بداند احتمال شخصی سازی بیشتره. فکر میکنه انتخاب شده، تحت حمله یا خاصه، در حالی که واقعیت ساده‌تر و کاملا سردتره. او فقط در جای اشتباه در زمان اشتباه بدون مرکز ایستاده. و این مهمترین هشداریه که من تو این بخش بهتون میدم. ایستگاه خطرناک نیست، ایستادنه که تو ایستگاه موقع خواب خطرناکه. خب این ویدیو سوم ما بود. تا ویدیو بعدی شما رو به خدای بزرگ و مهربون میسپارم. شاد و پیروز و سربلند باشین. یا علی.